تاریخ افغانستان از کجا آغاز می شود؟ مکانی که امروز افغانستان نامیده می شود چگونه به وجود آمد؟ از کجا تاریخ این سرزمین که امروز ما افغانستان می نامیم شروع شد؟ سری می زنیم به کتاب افغانستان در 5 قرن اخیر. در این کتاب اشاره شده است که افغانستان سرزمینی در قلب آسیا، جایی که کوه‌ها، دشت‌ها و گذرگاه‌ها نسل‌ها تمدن را به هم پیوند دادند. برای شناخت تاریخ این سرزمین باید از زمین آن آغاز کرد. از جغرافیایی که مسیر حوادث تاریخی را شکل داده و آن را به 4 راه تمدن‌ها تبدیل کرده است. در اینجا نگاهی می‌اندازیم به کشور که امروز افغانستان نام دارد و در گذری زمان چی کشیده است. موقعیت جغرافیایی افغانستان و اهمیت آن در طول تاریخ چی بوده است؟ افغانستان سرزمین گذرگاه‌ها، 4 راه آسیای میانه، موصل، شرق و غرب افغانستان در مرکز قاره آسیا قرار دارد. سرزمینی که در طول تاریخ به دلیل موقعیت راهبردیش بارها عرصه تاخت و تاز بوده است. در شمال با تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان هم مرز است. در غرب با ایران و در جنوب و شرق با پاکستان و در گوشه دور شمال شرق دهلیز واخان افغانستان را به ترکستان شرقی و چین متصل می‌کند. مساحت این کشور حدود 650,000 کیلومتر مربع است و بیشتر آن را کوهستان‌های بزرگ و صعب العبور تشکیل می‌دهد. هندوکش، بابا، سیاه‌کوه، سفیدکوه، سلیمان، سینغور، پغمان و کوه‌های کلان دیگر کشور را به دشت‌ها و دره‌های جداگانه تقسیم می‌کنند. در میان این ارتفاعات دره‌ها و جلگه‌های حاصلخیز قرار گرفته، جایی که رودخانه‌هایی چون کندوز، بلخاب، مرغاب، هریرود، فراهرود، هلمند، ارغنداب، کابل و کنر از دل کوه‌ها جاری می‌شوند. خشک‌وبری است اقلیم این کشور. تابستان‌ها بسیار گرم و زمستان‌ها در بسیاری نقاط به شدت سرد و یخبندان است. بارندگی کم، اما آسمان بیشتر اوقات صاف و خشک است. این سرزمین با همین طبیعت خشن روح سخت‌جان مردمش را نیز سخت ساخته است. افغانستان تنها سرزمین کوه‌ها و گذرگاه‌ها نیست. در دل همین ارتفاعات و دشت‌های خشک شهرهایی شکل گرفتند که هر کدام تاریخ، فرهنگ، هنر و هویت ویژه خود را دارند. کابل، هرات و قندهار 3 ستون اصلی تاریخ و فرهنگ افغانستانند. کابل قلب سیاسی، هرات مرکز هنر و ادب و قندهار زادگاه دولت درانی‌ها. مزار شریف و بلخ با ریشه‌های باستانی و معنویشان روح شمال کشور را شکل می‌دهند. بامیان، غزنی و جلال آباد نیز با تاریخ، طبیعت و میراث فرهنگیشان هویت کهن این سرزمین را کامل می‌کنند. چرا افغانستان همیشه مورد هجوم جهانگشایان بوده است؟ چرا هر کسی آمد سری بر این مرز و بوم کشید؟ افغانستان دروازه رسیدن به هند بود. هند که در ذهن فاتحان جهان سرزمین ثروت و افسانه ها بود. هر کس می‌خواست به هند برسد، باید از افغانستان می‌گذشت. از غرب ایرانیان، یونانیان و عرب‌ها آمدند و از شمال موج پشت موج سکاها، پارت‌ها، هون‌های سفید، اوزها، مغول‌ها، تاتارها و ازبک‌ها. برخی از این مهاجمان ویرانی آوردند، اما بسیاری دیگر با فرهنگ محلی درآمیختند و تمدن‌های تازه پدید آوردند. این دیگر گونی‌ها چی اهمیت داشت و چی پیامدی در قرن‌های متوالی بر سر این کشور آورد؟ قرون اولی، شکلگیری تمدن‌های اولیه، باختر، آریانا، هخامنشیان، اسکندر، یونانیان باختری و کوشانیان. قرون وسطی، گسترش اسلام، حکومت‌های صفاری، سامانی، غزنوی، اوری و سپس دوره مغول و تیموریان. دوره جدید، ظهور قبایل پشتون، تأسیس دولت افغانستان توسط احمدشاه درانی و شکلگیری ساختار سیاسی نوین. دوره معاصر، از امیران سده 19 تا دولتسازی مدرن، جنگ‌ها، تحولات سیاسی و افغانستان امروز. هر کدام این دوره‌هایی به شکل جداگانه در ویدیوهای بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ما در اینجا سری میزنیم به قرون اولیه و آغاز دولت‌های باختر، آریانا و غیره. 3. آغاز تاریخ، زردشت و باختر. زردشت کی بود و چگونه روی کار آمد؟ زردشت پیامبری ایرانی تبار بود که در ناحیه باختر یا شرق ایران ظهور کرد و مردم را به آیین تازه‌ای بر پایه یکتاپرستی، راستی و نیکی دعوت نمود. او پس از سالها رنج و مخالفت، سرانجام با حمایت پادشاه گشتاسپ توانست تعلیمات خود را گسترش دهد و آیین زردشتی را به یک دین رسمی و گسترده در منطقه تبدیل کند.
وقت و زمان زردشت به طور دقیق تعیین نشده و نظر تاریخ نویسان در آن باره ازش 100 سال تا 2000 سال پیش از میلاد اختلاف دارد. از بازماندگان نسل زردشت برمی‌آید که وی در سده 6 پیش از میلاد مسیح در سرزمین باخ در واقع در اشمال افغانستان کنونی در ابین قبایلی ظهور کرد که بودکه خود را آرین می‌نامیدند. وی موفق شد کشتاسپ نام زمامدار محل را به دین خود گرویده به تبلیغ آن بپردازد. وجود کشتاسپ به صفت زمامت ار رساند که قبایل آریان در آن وقت در روند تکامل اجتماعی و اقتصادی خود به مرحله‌ای رسیده بودند که تشکیل اداره مرکزی را به شکل یادشاهی ایجاب می‌کرد. متاسفانه اطلاعات ما راجع به این دولت و چگونگی آن محدود است، زیرا اندکی بعد در نتیجه لشکرکشر کوروش پادشاه مادها 530 تا 559 بیش ز میلاد دین زردشت منقرض گردید و سرزمین باختر ضمیعه امیراتوری هخامنش شد. این دوره نشان می‌دهد که در همان زمان افغانستان دارای حکومت‌های محلی، ساختار اجتماعی و نشانه‌های دولتداری بوده است. اندکی بعد این سرزمین بخشی از امپراتوری بزرگ هخامنشیان شد. داستان ما هنوز ادامه دارد. در ویدیوی بعدی وارد دنیای باشکوه هخامنشیان می‌شویم. ما را دنبال کنید و نظرها و پیشنهادهای خود را در کامنت با ما شریک بسازید.